به نام خدا. با سلام و خسته نباشید خدمت تمامی کاربران گرامی. بنده شایان آباد هستم از انجمن برنامه‌نویسی ایرانی با آدرس learn-net.ir. با آموزش ساخت ربات به زبان C# با من همراه هستیم با ریفرنس telegram.dll. بسیار عالی. ویژوال استودیو رو باز کنید، یه پروژه بسازید با نصف فرامورک 452 یا 45 فرقی نداره. من تمو میبرم روی لایت که دوستان به خوبی بتونن مشاهده کنن فایل ویدیویی. خب اینجوری هم زیاد جالب نشد، دفعه توشش میزنه. همین لایت خالی خودمون میذاریم سفید. اوکی شد. بگذاریم از روی ریفرنس ها روی اد ریفرنس بزنید. حالا من این لیست رو پاک میکنم. اگر شما پیشرفت باز کنید اینجا میاد. این براوز ریسنت براوز روی دسکتاپ. حالا DLL که دارم دوباره روش کلیک کنید. telegram.dll وارد حالا اون قسمت ریفرنس هم شد. روی اوکی کلیک کنید، به ریفرنس ها اضافه میشه. خب این هم از این. میریم قسمت کد نویسی. یه یوزینگ تلگرام داریم، یه یوزینگ سیستم تریدینگ داریم. بعد از اینکه این کارا رو انجام دادیم میگیم که تلگرام بوت بزنیم به ترتیب بیامره مساوی بشه با تلگرام بوت تلگرام جیسون نیو تلگرام جیسون. خب یه لحظه دوستان عزیزم عذرخواهی میکنم، صدا از بیرون میومد، پنجره بستم. میگیم که بوت توکن، حالا توکن رو باید بهش بدیم و بوت آپدیت ربات رو آپدیت میکنیم با کلمه true. توکن هم که داخل خود ربات ارسال کردم. این هم از این. شما میبینید این قسمت مینویسیم چی؟ تایمر. میبرم روی پوینتر، اینتروال روی 2 ثانیه، پابلیک، دوباره روی تایمر کلیک میکنم. ترد شایان مساوی با نیو ترد. اینجا نگه میدارم ترد. نگران اون خط قرمز نباشی، الان رفرش میکنیم. اسلیپ یک شایان is background worker true میکنم. true شایان رو استارت میکنم. دوتا اینتر پابلیک void می نویسیم. مثلا بنویسیم ربات. خب and و الان ربات رو به ترنم معرفی میکنم. این هم از این. حالا بریم چیکار کنیم؟ ربات آپدیت کنیم. بعدش بگیم که if میخوام حالا پیغام دریافت کنم. خوب توجه کنیم. بوت مسیج تکست ما برابر بود با چی باشه؟ مثلا مسیج تکست /id بود. یا چیکار کن؟ بیا آیدی کاربر رو براش بفرست. حالا از چه طریق؟ خوب توجه کنین. میگم که bot send message dot send bot chat id و دوباره bot chat id to string از حالت string مجبوریم برای کاربر بفرستیم. در خانه میکنم اجرا میکنم نرم افزار، ببینم رباتی که من دارم مینویسم اصلا کار میکنه، ارزش کدنویسی ادامه رو داره یا نه. روی استارت کلیک کنید و پیشنهاد میکنم همیشه قبل از اینکه تاب جدید شروع کنید یه تستی بزنید روی رباتتون. آیدی الان باید آیدی برای من ارسال کنه. یه لحظه ببینید، بهتون گفتم که
روز بود آپدیت. این تایمرمونم 2000. اینه به ترو. شایان استارت بک‌گراند اسلیپ 1 if آیدی چت آیدی. خب بذار این ارور بره از روی ویژوال استودیو از حالت ریلیز و الان دیگه باید کار کنه ربات. بسیار عالی. روی آیدی میزنم و اما چرا ارسال نمیکنه؟ مشکل از کدنویسی ما نیست. بذارید من یک بار دیگه توکن رو کپی کنم، ربات رو true. خوب توجه کردید مشکل ما کجا بود؟ یک کلمه خیلی کوچیک داشت کار ما رو خراب میکرد. خب حالا چون پیغام قبلی بود اینو نگرفت، من یک بار دیگه میفرستم ببینید که ربات سالم است. پس به این کلمه خوب توجه داشته باشین، کلمه true. یک بار دیگه می نویسم bot send message. عذرخواهی میکنم. message تکست مساوی باشه با، حالا میگیم شایان آباد to lover برای گرفتن هر متن، حالا بزرگ کوچیک باشه. بوت ما send message ما پارس مود ما بذارید ببینیم پارس مود HTML بوت send message. حالا شما دو روش داریم برای ارسال پیغام. یکی این که شما بیای اینجا خودت انجام بدی که اگر /id خب یکی اینه که حالا از این قسمت و اینجا ساین کنم فکر کنم اینجا. خب یا میتونید اینجوری استفاده کنید یا برین حالا مثلا روش خیلی ساده ترش یه تکست باکس اینجا بذارین. بذارین برای اینکه وقت گرفته نشه من کپی میکنم. ابتدا از همین روش ساده https://learn-net.ir کپی. این هم از حالا بهتون میگم چیکار کنیم. اول این روش رو بریم یه else پشت سر این میذارم، حالا بعد بهتون میگم چرا. پس شد چی؟ یه /id الان ما داریم رات، یه شایان داریم، عذرخواهی میکنم شایان آباد بود، شایان آباد هستم. میبینید که حالت لینک هست که اگر ما میگه open this link میگه لینک رو باید باز کنم. اگر روی open کلیک کنید بله آدرس انجمن ما با آدرس learn-net.ir براتون باز میشه. روش دوم اینو کامنت میکنم، همین رو ارورم. خب اینجا تکست باکس یک دات تکست ران میکنیم رباتمون رو.
ببینیم الان اگه مثلا از اونجا متن بگیریم چی؟ مثلا بخوایم خود کاربر وارد کنه چی بفرسته. دیدیم که برامون ارسال کرد از HTML. حالا من شایان آباد هستم، همچی حالتی لینک. میریم قسمت بعدی. حالا میخوایم از همین روش برم من else if both text حالا مسیج تکست ما برابر بود با king both send message send both chat ID و اما اینجا حالا من شایان آباد هستم، آخرم یه سمیکولن. پیشنهاد میکنم سولاور رو به همه اون پیغام‌های دریافتی اضافه کنین، چون شاید کسی کپس لاکش روشن باشه و وقت پیغامو نمیگیره. کینگ آشت قسمت HTML ربات رو فعال نکردم در این سال و اینکه حالا من شایان آباد هستم بی اینجا start کینگ. ببینید حالت بیلد یا همون اصخایی میکنم میگم بیلد بولد برای ما فرستاد و حالا تگای دیگه تگ A هست I اصخایی میکنم و تگ کد else if both text message کد برای اینکه وقتمون گرفته نشه کد خب dime A as a int new line A مساویه با 1. این هم از کد بده من dime A as a int A مساویه با 1. حالا اگه بخواید دستی وارد کنید، حالا حرف پی داخل کیبورد فرق داره، این دوتا علامتی که شبیه ا هست و شما بذارید میتونید بنویسید مثلا string شایان، ببینید همون میشه در اصل. خب اصل کدی که برای ما ارسال میکنه به این صورت. قسمت ایتالیک داریم ما else if both text message. دوستان این ارور که میبینید مال سیستم خودم ها، فکر نکنید مال این حالا پروژمونه. یادتون نره دوباره گفتم که تو لاور رو اینجا باید بذاریم. میگیم که ایتالیک تو لاور and برای اینکه وقتمون گرفته نشه از تگ I استفاده میکنیم. ایتالیک. خب ربات ما استارت شد. ایتالیک دوره اشتباه داشتیم، ما قسمت HTML رباتمون رو فعال نکردیم. اگر حالا دوستان خوب توجه کنید، بذارین حالا قبل از که این ایتالیک یا بذارین ایتالیک ها اجرا کنم بریم سر مبحث بعدیمون. ببینید متن کج رو برای من ارسال کردم. من شایان آباد هستم، بیل اصلا میکنم من بیل هی اندر استودیو
بولد ارسال کرد برامون، کد ارسال کرد، لینک هم برامون ارسال کرد. خب من دیگه کاری با اینا ندارم، فقط اینجا یه HTTPS هم بدیم به این دیگه. خواستم اینو بهتون بگم، اگر بخوایم بهش بگیم که اگر ربات هر پیغامی رو برای ما دریافت کرد، خب حالا هر پیغامی که برای ما دریافت شد، من میام کوشش رو آخر میبندم، بستش، میام اینا رو فاصله هاشون رو کم میکنم تا یه چیزی براتون توضیح بدم. ببینید من بهش گفتم اگر آیدی فرستاد بیا این کارو کن، اگر غیر از اون بود اومد شایان رو فرستاد این کار کن، اگر غیر از اون بود کینگ رو فرستاد بیا این کار کن، و همینجور تا آخر که اگر غیر از اون بود ایتالیک رو فرستاد بیا این کارو بکن. حالا میخوام به ربات بفهمونم، بهش بگم اگر کاربر اومد به من گفت که مثلا حالا خیلی به کلمه بیلدم علاقه دارم، اگر برای ربات ارسال که گفت بیلد پراجکت، یعنی مثلا حالت ارسال پیغام کاربر به ربات بیلد پراجکت، بیاد بهش بگه که مثلا من متوجه نمیفهمم چی داری میگی، یه الس کلی ایجاد کنید شما. خب حالا بیاید این کارو کنید، میگیم که bot send message send bot chat id و حالا پیغامو میخوایم بهش بدیم، من نمیفهمم عزیزم، و در آخر هم یه سمیکالون استارت. تک تک میخوایم چک کنیم بر اساس کدایی که داریم. /id شایان آباد، میایم پایین کینگ کد ایتالیک حالا چی بنویسیم؟ مثلا آندرلاین که تعریف نکردیم براش، من نمیفهمم عزیزم، سلام، تو دستوراتمون نیست، نمیفهمم، خوبی؟ ببینید پس شد چی؟ اومدیم گفتیم که اگه هر پیامی برای ما دریافت کرد بیا این دستورات شرطی رو برای من اجرا کن، بعد اگر غیر از این دستورات بود بیا این پیغام به من بده. این از این. حالا شما میخوایم بیایم مثلا یه استرینگ کلی تعریف میکنم که مبحث آخر این جلسمون است، ادمین چت که مقدار اون رو همینجا بهش میدم، فکر میکنم لانگ یا همون اینت استفاده کنید، ادمین برابر میشه، حالا یه عددی فعلا بهش میدم تا برم از توی ربات آیدیمون بردارم. پابلیک هم بهش بدیم مرزی نداره. فکر میکنم باید این بشه. پابلیک اینت ادمین، حالا اونو بشنیم. ببینید قبل از اینکه حالا else رو بیام بنویسم else if، حالا ببینید اینجا من دستور آیدی رو بر میدارم، اگر حالا بهش میگم bot dot message text /id بود برای من، خب و این واو داشته باشین bot from id مساوی بشه با ادمین. خب حالا باید چی کار کن؟ اگر فکر کنم من اینو استرینگ باید کنم، بله درست شد. بهش گفتم اگر من برات ارسال کردم حالا پیغام آیدیو بهم جواب بده، میایم بهش میگیم که همینو ارسال کن برای کاربر، ولی خب بگو بعد از اینکه این کار انجام داد خب یه خط جدید ایجاد میکنم، نیو لاین، میگم بهش که for
admins /id بهش دادم. فیلم من اینجا متوقف میکنم، یه دقیقه میرم با اون تلگرام آنلاین شدم تا بهتون نشون بدم که بر اساس آیدی چگونه عمل میکنه ربات شما. خب اینم تلگرام دوم، من استارت میکنم رباتمو، میام ویژوال استودیو، نرم افزار رو بله خب اوکیش، این دبل کوتیشن رو یادتون نره. آیدی به کاربر آیدی الان باید قطعا بده، آیدیمو بهم بده. خب /id for admins آیدیمو داد /id. من نمیفهمم عزیزم، دیدین این دستور من برای ربات، برای مستر، حالا اونایی که قدیمی بودن داخل نیمباز و سرورهای دیگه مال چت اینا، اون کسی که مدیریت ربات رو در دست داشت بهش میگفتم مستر. الان من مستر ربات رو فقط به این آیدی دادم، چت آیدی دادم که میشه این اکانت من، یعنی آیدی شایان آندرلاین آباد. ولی مستر رو من به این آیدی که اینجا میبینید ندادم، اومدم به، یعنی این آیدی من حالا دسترسی به این ندادم ولی به این دسترسی دادم و بهش گفتم اگر اون برای من ارسال کرد بهش بگه من نمیفهمم عزیزم. این هم از این قسمت که حالا خط اضافی هم اینجا نداشته باشیم، اینجا هم که چت آیدی رو دادیم. این هم از این برای جلسه اول ما که اومدیم استفاده کردیم از این ریفرنس و بهتون گفتم که چگونه حالا تگای کد HTML و کد و بولد و دیگه تگ لینک و ایتالیک، همون متن کج و استفاده از دستورات چت آیدی ادمین. خب تا جلسه دوم ما که بعد از این جلسه که جلسه اول اون میشه جلسه دوم، بدرود.